تو جایی که با روزه گرفتن در ماه شعبان ربط دارد، در صحیح بخاری جلد 3 کتاب روزه حدیث رقمی 1969 ذکر شده است که حضرت عایشه الله ازشان راضی باد میگویند که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم هیچ ماهی را پورا روزه نمیگرفتند بغیر از ماه رمضان. و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در هیچ ماه دیگر زیادتر روزه نگرفته بودند و مقایسه با ماه شعبان. این نشانگر آن است که محمد صلی الله علیه و سلم تنها ماه رمضان را پورا روزه میگرفتند و بعد از ماه رمضان ماهی که از همه زیاد روزه میگرفتند شعبان بود. ممکن آن برای آمادگی برای ماه مبارک رمضان باشد. این از سبب و آدمان تصورات نادرست دارند که گویا باید نیم شعبان را روزه گرفت. هیچ حدیثی نیست که گفته باشد که شما باید نیم شعبان را روزه گیرید، اما حدیثی هست که پیامبر محبوب محمد صلی الله علیه و سلم گفتند که شما بعد از نیم ماه شعبان روزه نگیرید. این معنای آن را دارد که تا 15 شعبان می توانید روزه گیرید، بعد از 16 نباید گیرید.